با مقصد حفظ سلامتی شهروندان و پیشگیری از پنشوی بیماری‌های سیرایتی از جانب وزارت و اداره‌ها تدبیرهای مقصدناک اندیشیده شده ایستاده است. همکارانمان از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی در این خصوص گزارش آماده نمودند. طبق سفارش رهبریت دولت و حکومت با مقصد پیشگیری این بیماری چاره‌بینی‌های مقصدناک پیشگیری کننده پیوسته ادامه دارند. در وزارت کارهای داخلی نیز با مقصد پیشگیری از احتمالیت بیماری کرونا ویروس در ترکیب شعبه مخصوصی کرانتینی میلیسیای وزارت کارهای داخلی دسته تمیزکنی تشکیل کرده شده است که در جزو تامهای مقامات کارهای داخلی و جایهای جمعیتی، خیابان و گلگشت، باغ و میدانهای پایتخت و دیگر شهر و ناحیه‌ها با استفاده از محلول‌های بیوکیمیایی چاره‌بینی‌های بی‌ضررگردانی ادامه دارد. در برابر شعبه مخصوصی کرانتینی میلیسیا واسطه‌های نقلیات مخصوصی سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی نیز با همه تجهیزات ضروری و ماده‌های پاکسازی و بی‌ضررگردانی مجهز گردیده برای تمیزگردانی میدان‌های استراحتی، راهرو و گلگشت‌ها، میدانچه‌های ورزشی آماده گردیدند. 6 عدد واسطه نقلیات مخصوصی آتش‌نشانی که دارای دستگاه‌های فشاردهنده آبپاشی‌اند با جلب هیئت شخصی سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی با دستگاه واسطه‌های خاص، لباس، دستپوش‌ها، نقاب‌های مخصوصی ضد کیمیایی تامین بوده برای بی‌ضررگردانی محیط اطراف از احتمالیت ویروس با محلول‌های کیمیایی تامین بوده در حالت آماده باشی و استفاده قرار دارند. واسطه‌های نقلیات مخصوصی دسته تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی نیز برای پاکسازی و تمیزکنی راه‌های اتومبیلگرد حدود پایتخت، باغ و میدان‌های استراحتی آماده بوده از حساب کارمندان این نهاد گروه مخصوص تأسیس داده شده است که با لباس و دستپوش‌های ضروری و ماده‌های بی‌ضررگردانی کیمیایی تامین کرده شدند. از آن خاطر چاره‌بینی‌های کیمیایی پیشگیری کننده ضد بیماری کرونا ویروس شبانگاه انجام داده می شود که استراحت، سیر و گشت و فراغت شهروندان خللدار نگردد. از دایر کردن چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده کیمیایی نباید شهروندان در هراس باشند و به هر گونه آوازها و اغواهای بی اساس باور نکنند. عملی نمودن همه گونه چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده این تنها با مقصد تامین حفظ سلامتی مردم از احتمالیت هر گونه بیماری‌ها است و خلاص. چون چاره‌بینی‌های مقصدناک و آمادگی حکومت جمهوری تاجیکستان با آن روانه گردیده است که پیش روی پنشوی همه گونه کسلی‌های سرایتی سری وقت گرفته شود.